بیایید این موضوع رو تموم کنیم. شما نفرتی که از پوتین دارید رو میبینید. برای من خیلی سخته که با چنین نفرتی معامله کنم. اون نفرتی عمیق داره، من این رو درک میکنم، اما نمیتونم به شما بگم که طرف دیگه هم دقیقاً عاشق اون نیست. بنابراین مسئله این نیست که با چه کسی همسو هستم. من باید با دنیا همسو باشم. میخوام این مسئله حل بشه. من با اروپا همسو هستم. میخوام ببینم آیا میتونم این موضوع رو به نتیجه برسونم یا نه. میخواید که من سرسخت باشم؟ من میتونم از هر انسانی که تا به حال دیدید سرسخت‌تر باشم. اونقدر سرسخت که باور نمی‌کنید. اما به این روش هرگز به توافق نمیرسه. ونس، خب یه سوال دیگه. ببینید، ما 4 سال در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری داشتیم که تو کنفرانس‌های خبری محکم درباره پوتین صحبت میکرد. بعد پوتین به اوکراین حمله کرد و بخش بزرگی از این کشور را ویران کرد. شاید مسیر صلح و شکوفایی از راه دیپلماسی بگذره. ما راه بایدن رو امتحان کردیم. طوری رفتار کرد که انگار حرفای رئیس جمهور آمریکا از اعمال او مهمتر است. چیزی که آمریکا رو به یک کشور خوب تبدیل میکنه تعامل آمریکا در دیپلماسیه. این همون کاریه که رئیس جمهور ترامپ داره انجام میده. زلنسکی به ونس: میتونم ازت سوال بپرسم؟ البته. خب ببینید، پوتین بخشای بزرگی از اوکراین، شرق این کشور و شبه جزیره کریمه رو اشغال کرد. در سال 2014 هم این کار رو انجام داد. در طول این سالها، البته من فقط درباره بایدن صحبت نمی کنم، اون زمان اوباما رئیس جمهور بود، بعد رئیس جمهور ترامپ، سپس بایدن و حالا هم باز رئیس جمهور ترامپ و خدا رو شکر حالا رئیس جمهور ترامپ جلوی این موضوع رو خواهد گرفت. اما در سال 2014 هیچ کس جلوی پوتین رو نگرفت. او فقط اشغال کرد، تصرف کرد و مردم رو کشت. میدونید خط تماس از سال 2014 و 2015 اینجوری بود که او شروع کرد به آدم کشتن. البته من اون زمان رئیس جمهور نبودم. بله، اما دقیقاً اینطور بود. از 2014 تا 2022 وضعیت همون بود. مردم توی خط تماس یا خط مرزی کشته می شدن. هیچ کس جلوی او رو نگرفت. ما با او گفتگو کردیم بارها و بارها. من شخصاً با پوتین گفتگو داشتم و حتی باهاش توافق امضا کردم. من به عنوان رئیس جمهور جدید توی سال 2019 با روسیه توافق امضا کردم. با اوکراین و مرکل نشستیم و قرارداد آتشبس با روسیه امضا کردیم. همه به من میگفتن که پوتین هرگز عقب نشینی نخواهد کرد. ما با او قرارداد گاز امضا کردیم. بله، قرارداد گاز. اما بعد از اون او آتشبس رو شکست، مردم ما رو کشت، زندانیان ما رو هم حتی مبادله نکرد. ما توافق تبادل زندانیان رو امضا کردیم، اما او این رو هم انجام نداد. با توجه به همه این اتفاقات، شما که میگید دیپلماسی، منظورتون چه نوع دیپلماسی آقای ونس؟ آقای رئیس جمهور، با احترام، فکر میکنم خیلی بی احترامی باشه که به دفتر بیضی بیایید و بخواید این مسائل رو جلوی رسانه‌های آمریکایی مطرح کنید. در حال حاضر شما سربازان وظیفه رو به زور به خط مقدم میفرستید چون مشکل نیروی انسانی دارید. شما باید از رئیس جمهور بابت تمام تلاشاش برای پایان دادن به این جنگ تشکر کنید. معاون ونس، آیا تا حالا اوکراین بودید؟ دیدید چه مشکلاتی ما داریم؟ من اونجا بودم. من واقعا داستانایی رو دیدم و میدونم چه اتفاقاتی داره میفته. شما مردم رو میارید و اونا رو توی یه تور تبلیغاتی میچرخونید. آقای رئیس جمهور، آیا شما مخالفید که برای جذب نیرو به ارتش خود مشکل داشتید؟ فکر میکنید محترمانه است که به دفتر بیضی کاخ سفید بیاید و به دولتی حمله کنید که داره تلاش میکنه از ویرانی کشور شما جلوگیری کنه؟ زلنسکی، سوالات زیادی مطرح کردید. بیایید از ابتدا شروع کنیم. اول از همه، در زمان جنگ همه مشکل دارن، حتی شما. اما شما یه اقیانوس زیبا دارید و الان اون رو احساس نمیکنید، اما توی آینده حتما احساس خواهید کرد. ترامپ، به ما نگید چه چیزی رو احساس خواهیم کرد. ما داریم سعی میکنیم این مشکل رو حل کنیم. به ما نگید چه حسی در آینده خواهیم داشت. من به شما همچین حرفی نزدم، اما شما توی موقعیتی نیستید که این رو برای ما تعیین کنید. شما تو موقعیتی نیستید که به ما بگویید چه احساسی داشته باشیم. ما احساس خیلی خوبی داریم. ما احساس خیلی خوب و خیلی قدرتمندی خواهیم داشت. شما در حال حاضر در موقعیت خوبی نیستید. شما خودتون رو تو موقعیت بدی قرار دادید. جی اتفاقا در این مورد حق داره. شما در موقعیت خوبی نیستید. شما الان کارت برنده هم ندارید. با ما شروع به گرفتن کارتای برنده البته خواهید کرد، اما در حال حاضر هیچ کارتی توی دست ندارید.
شما دارید با جان میلیون ها نفر قمار میکنید. شما دارید با جنگ جهانی سوم قمار میکنید. شما دارید با جنگ جهانی سوم بازی و قمار میکنید. رویه‌ای که پیش گرفتید برای کشور ما بی احترامی بزرگیه. کشوری که خیلی بیشتر از اونچه که خیلی های دیگه میگفتن به شما کمک کرده. در کل این جلسه فقط یه بار تشکر کردید. در کل این جلسه امروز منظورمه. شما در اکتبر به پنسیلوانیا رفتید و برای مخالفان ما تبلیغ کردید. اما چند کلمه قدردانی برای ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهوری که داره تلاش میکنه کشور شما رو نجات بده نمیگی. معاون منس، فکر میکنید واقعا اگه خیلی بلند درباره جنگ صحبت بکنید میتونید؟ نه اون بلند صحبت نمیکنه. کشور شما توی دردسر بزرگیه. میتونم بهتون جواب بدم نه شما خیلی صحبت کردید. کشور شما توی دردسر بزرگیه. میدونم اما شما در حال حاضر پیروز نیستید. شما این جنگ رو نمیبرید. شما فقط به لطف ما شانس خوبی برای بیرون اومدن از این وضعیت دارید. آقای رئیس جمهور ترامپ، ما تو کشور خودمون موندیم، قوی هم موندیم. از ابتدای جنگم ما تنها بودیم و البته سپاسگزاریم. من همینجا توی این جلسه تشکر کردم. نه شما تنها نبودید. ما از طریق رئیس جمهور احمقمون 350 میلیارد دلار به شما کمک کردیم. ما به شما تجهیزات نظامی دادیم. شما شجاع بودید اما مجبور شدید با تجهیزات نظامی ما بجنگید. اگه تجهیزات ما نبود این جنگ توی 2 هفته تموم میشد. آره، این حرفا رو از زبون پوتین هم شنیدم. میگفت 3 روز. آره درسته، این اندازه شماست. شاید کمتر از 2 هفته. ونس، میخوام این رو به شما بگم. بگید متشکرم. چند بار بهتون گفتم این رو. نه کنید. البته که اختلاف نظر وجود داره. بیایید اختلاف‌ها رو حل کنیم، نه اینکه توی رسانه‌های آمریکایی دعوا کنیم. اونم وقتی که شما دارید اشتباه میکنید و ما میدونیم که شما اشتباه میکنید. ببینید، فکر میکنم برای مردم آمریکا خوبه که ببینن چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه. فکر میکنم این خیلی مهمه. برای همینم این گفتگو رو اینقدر طولانی دارم نگه میدارم. شما باید قدردان باشید. شما کارت برنده اصلا ندارید. شما اونجا گرفتار شدید. مردم شما کشته دارن میشن. شما سرباز کم آوردید. گوش کنید، شما سرباز کم آوردید. بعد میگید من آتش بس نمیخوام. من نمیخوام آتش بس کنم. من میخوام بجنگم. ببین، اگه بتونید همین حالا آتش بس بگیرید، من به شما میگم که باید اون رو قبول بکنید تا تیراندازی متوقف بشه و مردان دیگه از شما کشته نشن. ما میخوایم جنگ متوقف بشه اما شما میگید که آتش بس نمیخواید. رئیس جمهور ترامپ، من به شما گفتم با تضمین ها من آتش بس میخوام. شما زودتر از توافق نهایی ولی میخواید آتش بس بگیرید. از مردم ما برید بپرسید که درباره آتش بس چه فکری میکنن. این موضوع به من ربطی نداره. به بایدن ربط داشت که البته آدم باهوشی نبود. به اوباما ربط داشت که فقط به شما پتو داد. من به شما موشک جاولین دادم. تا تانک‌ها رو باهاش نابود کنید. اما اوباما به شما فقط پتو داد. در واقع جمله اینه: اوباما پتو داد، ترامپ جاولین. شما باید قدردان ما باشید. چون بگذارید یه چیزی رو به شما بگم. شما کارت برنده ندارید. با ما شما کارت دارید اما بدون ما هیچ کارتی ندارید.